استاد در تخته صنف نوشت یک به یک برابر است. یکی از طلبه ها خست و گفت استاد یک به یک برابر نیست. استاد به شاگرد گفت بیا تخته صنف اثبات کن که یک به یک برابر نیست. اگر اثبات کرده نتوانی مجازات خواهی شد. پسرک لرزان به نزد تخته آمد و گفت استاد من 8 ساله ام و همه اینها هم 8 ساله اند. هر شب پدر آمینه از کار بیاید با او بازی میکند، اما پدر من هر شب مرا میزند. چرا محسن بعد درس بازی کنی می رود اما من باید ترازو را بگیرم و بازار روم و پول کار کنم؟ مهینه به مثل من 8 ساله است. از خانه آنها بوی خوراک های با لذت می آید، اما من نان را با آب می خورم. شاهین مثل من 8 ساله است. او 3 ماه بعد پای افضال نو می خرد، اما من 3 سال است یک پای